سلام به همگی و خیلی خوش اومدین. امروز قراره بریم سراغ یه مفهوم خیلی جالب و عمیق به اسم نادوگانگی. شاید اسمش یکم فلسفی به نظر بیاد، اما اصلاً اینطور نیست. در واقع این یه جور کلیده برای رسیدن به یه آزادی واقعی، آزادی که همین الان، همینجا جلوی چشم ماست. پس بیاین با هم ببینیم این آزادی چیه و چطور میشه تجربهش کرد. خب هممون میشناسیمش مگه نه؟ اون صدای توی سرمون، همون راوی همیشگی که یه لحظه هم ساکت نمیشه، دائم داره همه چیز رو تفسیر میکنه، قضاوت میکنه، به همون میگه چی کار کنیم، چی درسته، چی غلطه. و خب ما هم یه عمره که باور کردیم این صدا خود ما هستیم. اما صبر کنین، یه سوال خیلی مهم اینجا پیش میاد. اگه یه صدایی داره حرف میزنه، پس کیه که داره این صدا رو میشنوه؟ این سوال با اینکه خیلی ساده به نظر میاد، دقیقاً همون چیزیه که میتونه در یه دنیای کاملاً جدید رو به روی ما باز کنه. خب، برای اینکه این آزادی رو درک کنیم، اول باید زندانی رو که توش هستیم بشناسیم. یه زندان که دیوارهاش از باید و نباید ساخته شده. دنیایی که از دید یه من جدا از همه چیز تجربه میشه. منی که همیشه داره زور میزنه و تلاش میکنه. این من انگار همیشه تو 2 تا جبهه داره میجنگه. از یه طرف دائم با همین لحظه حال درگیره. مثلا میگه این حسو نمیخوام یا این فکر نباید تو سر من باشه. از طرف دیگه همیشه چشمش به یه آینده خیالیه که فکر میکنه اونجا دیگه همه چیز عالی و بی‌نقص میشه. این یه جنگ تموم نشدنیه واقعاً. و میدونین نگه داشتن این توهم من جدا یه انرژی وحشتناکی از ما میگیره. انگار یه شغل تمام و وقت داریم که کارش فقط نگرانیه، برنامه‌ریزیه و مقاومت بر برابر هر چیزی که داره اتفاق میفته. یه شغل خسته کننده که هیچ کدوممونم براش درخواست کار ندادیم. اما یهو یه اتفاق خیلی عجیب میفته. تمام اون جستجوها، تمام اون مقاومت‌ها متوقف میشن و دقیقاً همینجاست که به قلب مفهوم نادوگانگی میرسیم. اون کسی که فکر میکردیم راننده این ماشینه، یهو غیبش میزنه. میفهمیم که اصلاً کسی خونه نبوده. اینجا دیگه دیدگاهمون کلاً عوض میشه. میفهمیم که افکارمون مال ما نیستن. اونا دارایی شخصی ما به حساب نمیان. دقیقاً مثل ابرهایی که تو آسمون میان و میرن. به کسی تعلق ندارن، صاحبی ندارن، فقط ظاهر میشن و بعد ناپدید میشن. این جمله دقیقاً میزنه به هدف. قلب ماجرا همینه. وقتی یکم دقت میکنیم، میبینیم اون شنونده‌ای که فکر میکردیم اون تو نشسته و داره به همه چیز گوش میده، اصلاً هیچ وقت وجود نداشته. اونجا فقط یه فضای خالیه که فکرها میان و توش ظاهر میشن. خب پس این نادوگانگی که میگیم یعنی چی؟ خیلی ساده است. یعنی هیچ جدایی وجود نداره. فقط یه چیز هست. اون فاصله‌ای که بین خودتون و یه درخت، یا بین خودتون و صدایی که میشنوین، یا حتی بین خودتون و احساساتتون حس میکنین، همش یه توهمه. همه چیز فقط یه نمایش از یک انرژی واحد. خیلی خوب، حالا این درک جدید چه تأثیری تو زندگی روزمره‌مون داره؟ وقتی دیگه راننده‌ای پشت فرمون نباشه چی میشه؟ خب زندگی تبدیل میشه به یه بازی راحت و خود به خودی بدون هیچ زور زدنی. واقعیت اینه که ما هیچ وقت کنترل اوضاع رو دست خودمون نداشتیم. زندگی همیشه رو حالت خلبان خودکار بوده، داشته کار خودش رو میکرده. اون فکرها و تصمیم‌هایی هم که به نظرمون میاد ما گرفتیم، در واقع فقط بخشی از همین جریان خود به خودی بودن. ما سازنده اونا نیستیم. و نتیجه این آزادی فوق‌العاده است. ببینین وقتی دیگه کسی اون تو نیست که نگران آینده‌اش باشه، نگرانی کلاً بی‌معنی میشه. وقتی دیگه با لحظه حال نمی‌جنگیم، یه عالمه انرژی آزاد میشه. زندگی دیگه یه مسئله ریاضی نیست که بخوایم حلش کنیم. تبدیل میشه به یه بازی که فقط باید ازش لذت برد. و این شاید بزرگترین پارادوکس ماجرا باشه. آزادی نهایی این نیست که چیزی رو به دست بیاریم. آزادی نهایی درک اینه که شما اون شخصی که فکر می‌کردین هستین نبودین و نیستین. شما اون فضای باز و آگاهی مطلق هستین که همه چیز داره توش اتفاق میفته. این تغییر فقط یه چیز فکری و ذهنی نیستا، نه. این یه تحول عمیق توی حس و حال زندگیه.
حالتی که به وجود میاد رو معمولاً اینجوری توصیف میکنن: یه عشق بی قید و شرط و فراگیر به همه چیز. و جالبه که این عشق انتخابی نیست. یعنی شما انتخاب نمی‌کنین که عاشق چی باشین. این یه پذیرش کامله که همه چیز رو شامل میشه. از یه میز ساده بگیر تا یه درخت یا یه ماشین. دیگه چیزی به اسم معمولی یا بی اهمیت وجود نداره. همه چیز جلوه‌ای از همون یگانگیه. و منظور از همه چیز واقعاً همه چیزه. یعنی حتی اون چیزهایی که یه روزی جلوشون مقاومت می‌کردیم هم جزئی از این عشق میشن. دیگه چیزی به اسم تجربه بد یا حس ناخواسته معنی نداره. همه چیز فقط بخشی از یک کل بی‌نقصه. شاید این تیکش از همه عجیب‌تر به نظر بیاد. اینکه حتی چیزهای منفی هم زیبا به نظر میان. حتی حس‌های سختی مثل غم یا عصبانیت هم یه جور زیبایی خاص خودشون رو پیدا می‌کنن. اونا دیگه یه مشکل نیستن که باید حل بشن، فقط موج‌هایی از انرژی هستن که میان و میرن. تهش کل این جهان انگار یه بازیه. یه بازی انرژی با خودش. یه داستان عاشقانه زیبا که برای هیچ کس خاصی اتفاق نمیفته. این خود زندگیه که داره از طریق همه ما خودش رو تجربه میکنه. و با این حرفا میرسیم به مهمترین نکته کل این بحث. این آزادی، این عشق، یه مقصد نیست که یه روزی در آینده بهش برسیم. نادوگانگی چیزی نیست که به دستش بیاریم. این جمله متناقض و زیبا خلاصه همه چیزه. تمام این دنیایی که اینقدر واقعی و مادی به نظر میاد، در حقیقت فقط یه ظهور گذراست توی یه فضای خالی و بیشکل. مثل یه رویا، اما رویایی که جنسش از خود بیداریه. و پیام آخرم اینه: لازم نیست دنبال آزادی بگردین. آزادی از قبل همینجاست. شما همین الان خود اون آزادی هستین. این یه جایزه نیست که بعد از کلی تلاش بهش برسین. یه واقعیته که همین الان هست و فقط باید دیده بشه. باید تشخیص داده بشه. و میخوایم این بحث رو با همین سوال تموم کنیم. یه لحظه فکر کنین. اگه تمام داستانهایی که در مورد خودتون ساختین رو بذارین کنار، داستان گذشته‌تون، آینده‌تون، مشکلاتتون، موفقیت‌هاتون، اگه همه اینا رو بذارین کنار، چی باقی میمونه؟ شاید جوابی که پیدا می‌کنین همون آزادی باشه که همیشه دنبالش می‌گشتیم.